اولا روح وجود نداره. به عقیده بنده روح وجود نداره و ما اینو خیال میکنیم که هست و این رسوخ پیدا کرده در ایده ما که همچین چیزی هست و نمیخوایم غیر از این قبول کنیم. روحی وجود نداره. پس بنابراین حتی معادی که بعضی از دانشمندا مثل ابوعلی سینا و اینها میگفتن که معاد روحی هست نه جسمی و بعضی ها خب برعکسش میگفتن. باز در این مورد بازم هستن آنان که ز پیش رفتند ای ساقی در خاک غرور خفتند ای ساقی. خیلی متاسفانه غرور رو کبر، نخوت ترجمه کردن، در صورت غرور غفلت و فریبه. آنان که ز پیش رفتند ای ساقی در خاک فریب خفتند ای ساقی و فریب خورده رفتن زیر خاک. رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد از هر آنچه گفتند ای ساقی.